به پادکست من برنامه خوش آمدید. اینجا داستان سالها روانکاوی علیرضا قراگزلو عمدتاً با روش یونگ و بر اساس کتابی با همین عنوان به تألیف خود او با شما به اشتراک گذاشته می شود. رستنی ها کم نیست، من و تو کم بودیم، خشک و پژمرده و تا روی زمین خم بودیم. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، مثل هذیان دم مرگ از آغاز چنین در هم و بر هم گفتیم. سلام، من علیرضا هستم. اینجا پادکست من برنامه است. قرار این پادکست در مورد کتابی که من نوشتم با همین عنوان من برنامه با دو تا از عزیزانم به گفتگو بپردازیم و بحثای یه ذره عمیق‌تری رو توی فضای روانکاوی با شیوه یونگ بحث کنیم. بیهوده تماشاگر گلزار نیم، بر حاشیه کتاب چون نقطه شک، بیکار نیم اگر چه در کار نیم. ثواب بی‌ادبی. من برای این هفته به نحوه نگارش و ثواب بی‌ادبی در نوشتن اختصاص دارم. زمانی که در فضای مجازی می نوشتم، به جز مادر و همسرم که تا پایان اون مسئولیت سنگین تربیت مرا بر عهده دارند، 2 نفر از خوانندگان محترم پیامی دادند. این 2 عزیز جدا جدا از هم گفتند که با دقت نوشته‌های مرا دنبال می‌کنند و معتقدند که مطالب من هم عمیق است و هم بامزه. اما اولی مانند مادر و همسرم بر این باور است که نباید پاها را جلوی بزرگترها دراز کرد. و دومی که جایگاه ویژه‌ای هم برایم دارد، نظرش این است که گاهی از صفات بی ربطی مانند مؤمن، متعهد و انقلابی استفاده می‌کنم. نقد اول به بکارگیری واژه‌هایی چون بکارت و فاحشه است که در منبر مربوط به فحشا و اشاره به نوشتن از سر اجبار به جای ذوق و سلیقه مطرح شده است. مورد دیگر هم به مشروب خوری در سنین بالا برمیگردد که در مطالب آینده به آن اشاره خواهد شد. واژه بکارت به دلیل اهمیت روانشناختی آن استفاده شده و برای کلماتی همچون فحشا و فاحشه نیز به سختی میتوان جایگزینی مناسب در ادبیات دینی و روانشناسی یافت. بنابراین اگر تغییر این واژه‌ها به اصالت نوشتار لطمه بزند، تتلو را بر همایون شجریان ترجیح میدم. اما در مورد صفاتی که بی ربط دانسته شده، باید با اجازه پدر، مادر، خواهر و خانواده همسر عزیزم بگویم که همچنان به این سبک ادامه خواهم داد. این سبک ریشه در هنر نامگذاری در فرهنگ ایرانی دارد که به ویژه در ناخودآگاه فردی و جمعی ما تأثیر بسزایی گذاشته است. ایران ممکن است در بسیاری موارد ضعف داشته باشد، اما در هنر واژه‌سازی فوق‌العاده است. این هنر بعد از انقلاب شکوهمند به اوج خود رسید. هرچند در گذشته نیز نمونه‌هایی مثل شاه شاهان، فخر زمان و اعلیحضرت همایونی وجود داشت، اما در دوره جدید شاهد واژگانی همچون مد ذوالعالیه، قدس السر شریف، معاند، مرتد، فتنه، فتح المبین، شهدای خیبر، مدافعان حرم و سربازان امام زمان هستیم. در رأس این واژه‌ها صفاتی چون حاجی، سید، مومن، متعهد و انقلابی قرار دارند که نمونه ای از صفات بی ربط و بی معنا به شمار می آیند. از بحث نامگذاری طرح‌های صیانتی، هدایتی و کفایتی هم عبور می کنیم. خدا رو شکر هنوز واژه‌هایی مثل کوثر، فاطر، ابلیس و ذنب دست نخورده باقی ماندند. شیوه نگارش من طنزآمیز، عمیق و دو پهلو است، به صورتی که هم حرف جدی میزنم هم شوخی. هدفم جلب توجه به واژه‌های مهمی است که در روانم نقش پررنگی دارند.
و این کار را با بی‌معنی کردن واژه‌های پرمعنی و پرمعنی کردن واژه‌های بی‌معنی انجام میدم. زمانی که به تازگی قدم به کانادا گذاشته بودم، اگر کسی از ایران با من تماس می‌گرفت و مرا آقای دکتر خطاب می‌کرد، عصبانی می‌شدم. چرا؟ چون در سالهای اخیر همه تبدیل به دکتر شده بود. درست مثل حاجی و سید دهه 60. دلیل دیگری هم این بود که در زندگی جدیدم خود را شایسته این عنوان نمی‌دیدم. به طور خلاصه بچه‌های گل تو خونه. دلیل من برای گاه و بیگاه بی‌ادبی این است که به اصالت واژه‌ها احترام بگذارم و از صفات بی ربط به صورت طنزآمیز استفاده کنم تا در بوی عطر فجر همه با هم مست شویم. ممنون که خواندید. خب قبل از اینکه بریم پامنبری رو با صدای ساغر بشنویم، طبق روال برای اونایی که کتاب رو ندارن از عکس این منبر حرف خواهم زد. عکس این منبر تصویر صورت منه، انگشت سبابه رو دهانم گذاشتم رو لبا، مثل عکس این پرستارایی که توی بیمارستان ها به صورت تیپیک اشاره میکردن که باید اینجا ساکت باشیم. عکسی همچین چیزیه تو ماشینم هست، باز با دوربین سلفی عکس رو گرفتم. اون زمان یادم صبحها به یه قبرستون خیلی زیبایی در کنار دفتر اون بود، صبح اونجا یه قدم میزدم و اینا. این در هفته 66م روانکاوی من این منبر نوشته شده. حالا میریم با صدای ساغر پامنبری رو میشنویم و بعد گفتگو رو از اونجا آغاز میکنیم. کلمه. هدف این پامنبری تأکید بر استفاده دقیق و هوشمندانه از کلمات در فرایند خودشناسی و روانکاوی است. ریشه و معنای واژه‌ها نه تنها تابعی از فرهنگ و زمان است، بلکه موقعیت مکانی و تاریخی استفاده از آنها نیز تأثیر بسزایی در این فرایند دارد. هرچند کاربرد واژه‌ها در گذر زمان تغییر می‌کند، اما در روانکاوی نباید به سادگی از زمینه و ریشه کلمات عبور کنیم. واژه‌ها در این فرایند ابزاری برای رسیدن به مفهوم روانی عمیق هستند و استفاده از آنها نباید تحت تأثیر محدودیت‌های اجتماعی یا ادبی قرار گیرد. زیرا این محدودیت‌ها می‌توانند از تأثیرگذاری روانکاوانه کلمه بکاهند. دقیقاً همانطور که سانسور پیام یک اثر هنری را تغییر می‌دهد. در روانکاوی تغییر معنای کلمات می‌تواند روند بهبود را دشوار کند. برای درک این موضوع چند مثال می‌تواند روشنگر باشد. تبدیل بزدلی به محافظه‌کاری، فاحشگی به تنوع طلبی، کنترل افراطی به مهر مادری یا دیکتاتوری به حمایت پدرانه. این مثال‌ها نشان می‌دهند که چگونه تغییرات کوچک در واژه‌ها می‌توانند معانی بنیادین را کاملاً دگرگون کنند. اصرار بر استفاده صحیح از کلمات راهی است برای بازگشت به اصالت واژه‌ها در ناخودآگاه جمعی. توصیه می‌شود علاوه بر استفاده بدون سانسور از کلمات، به ریشه تاریخی آنها نیز توجه شود تا بتوان معنای عمیق‌تر و تاریخی آنها را درک کرد و دستیابی به معانی فراکلمه‌ای ممکن شود. کلمات با استفاده بیش از حد و یا تبدیل شدن به تابوهای اجتماعی معنای روانی خود را از دست می‌دهند و کارکرد آنها در ناخودآگاه و خودآگاه مخدوش می‌شود. مثال بارز از این موضوع کلمه تصمیم است. در نگاهی معمولی تصمیم‌گیری دلالت بر انتخاب دارد، اما در واقع تصمیم‌گیری بیش از آن که به کسب چیزی منجر شود، به از دست دادن گزینه‌های متعدد دیگری مربوط است.
هر انتخابی یعنی نگفتن به بسیاری از مسیرهای ممکن. به عنوان مثال، همسر من در انتخاب ازدواج با من به تمام گزینه‌های دیگر نگفته است. این نگاه به ریشه واژه تصمیم به ما کمک می‌کند تا در هنگام انتخاب‌ها جنبه از دست دادن را واقع بینانه تر ببینیم و به این ترتیب با شرایط زندگی منطقی تر برخورد کنیم. این تحلیل به ما اجازه می دهد تا تصمیم گیری هایمان را با درک عمیق تری انجام دهیم، توهم های ذهنی کمتری داشته باشیم و همچنین فلسفه واقعی تر برای زندگی روزمره مان ببافیم. از این منظر یونگ بر استفاده از کلمات بدون سانسور تاکید زیادی داشت و این پامنبری هم ضرورت این اصل را توضیح می دهد تا زندگی واقعی تر و شفاف تر شود. بحث خیلی پیچیده‌ای هستش تو فضای روانکاوی. یعنی شما در یک جلسه روانکاوی یا یک سشن نوشتن با روش‌های خاص برای درمان یا بازی با واژه‌ها و اینا خیلی توانایی فردی و اجتماعی زیادی میخواد تا طرف بتونه بدون سانسور یک سری کلمه‌ها رو به زبان بیاره یا روی کاغذ بیاره و بتونه خواستگاه اون کلمه در ناخودآگاه خودش رو مورد هدف قرار بده. این بحث در بحث ناخودآگاه جمعی هم خیلی مهمه. یعنی در طول تاریخ در زمینه فرهنگی یا ساختارهای ادبی بعضن کلمه ها معانیشون تغییر میکنه در یه دوره هایی و این تغییر معانی باعث میشه که یه هویت جدید شکل بگیره که میتونه با معنی واقعی اون کلمه یا زمانی که اون کلمه به اصطلاح کوین شده فرق بکنه و این مخدوش شدن میتونه تأثیرات مهمی داشته باشه که فرد باید حتما این رو ببینه. مثالی که توی پامنبری با صدای ساغر شنیدیم مثلا تصمیم بود، یا مثالایی که توی منبر شنیدیم مثل حاجی، سید، فخر زمان، نمیدونم، اینا معانیش در طول زمان تغییر کرده. ما مثلا کلمه بسیار مهمی رو میبینیم که با استفاده بیجا یهو معنیش عوض میشه در طول تاریخ و دیگه اون کارکرد رو نداره. در نتیجه این موضوع هم از لحاظ فردی هم از لحاظ اجتماعی هم تو فصل انقلاب شکوهمند اهمیت بسیار زیادی داره. تازه من احساس میکنم که هنوز شهامت بی پرده به کار بردن کلمات رو ندارم به شکلی که مثلا یه کسی مثل مولانا وقتی که خواسته یه داستانی رو بگه هیچ ملاحظه‌ای نکرده، خواسته بگه که آقا شما هر چیزی که از دور میبینید یه معنی داره، وقتی نزدیکش میشید یه معنی دیگه داره. مثلا در داستان کنیزک بعد میاد با رکیکترین کلمه ها اشعار رو میخونه که برای اولین بار وقتی که من خوندم باورم نمیشد که اینا رو مولانا گفته، تا برم 2-3 جا چک کردم. میخوام بگم که برخورد واقعی با واژه ها، برخورد تاریخی و فرهنگی با واژه ها، برخورد ریشه‌ای با واژه های ادبی در فضای یونگ بسیار اهمیت داره و موضوع منبر اینه اگر ما این قوانین رو رعایت نکنیم کیفیت خودشناسیمون پایین میاد و تابعی از عمق ما در کلمه و روانمون هست. منتظرم آرش جان تا این بحث رو به چالش بکشی و سوالی در ذهنت هست مطرح کن. خیلی ممنون علی جان. من اتفاقا داشتم فکر میکردم که چقدر که ما بعضا در صحبت‌های روزمره خودمون یه چیزی تو ذهنمون میگذره، دلمون میخواد یه مطلبی رو مثلا به یه شکلی حق مطلب رو بیان کنیم، ولی ناخودآگاه از فیلتر 1000 تا مطلب از جمله تربیت خانوادگی و چه میدونم مسائل اجتماعی و عرف و شرع و نمیدونم
شرایطی که توش قرار داریم و طرفی که مقابلمون قرار گرفته و بزرگتری کوچکتری و خیلی از مسائل اینجوری، این کلمات انقدر تغییر شکل میدن تا آخر اون چیزی که دهنمون در میاد اصلا کامل اون معنی که دلمون میخواد باشه نیست، فقط صرفا محترمانه یا قابل قبول میشه. اتفاقا من یه مطلبی هم یه جای دیگه خودم خونده بودم که توی سشن‌های روانکاوی مشخصا بعضا مثلا بوده مواردی که اون کسی که داره روانکاوی میشه در بیان مثلا احساساتش سعی کرده که مثلا کلمه‌ای یا پیدا کنه در اون لحظه که احساس میکنه مناسب تره برای بیان اون احساسش و روانکاو برگشته گفته که دقیقا همونی که تو ذهنت تره بگو، به خاطر اینکه اون نقبی که لازمه در فضای روانکاوی زده بشه دقیقا از همون فرهنگ اون کلمه، اون خشم پشتش یا نگاهی که طرف به اون مسئله داره و باعث شده که اون بار در واقع غیظ و عصبانیت و یا مثلا فرضاً طنزی که بعضا هستش رو بتونه حملش بکنه، که ما معمولا تو فضای صحبت روزمرمون اصولا رعایت میکنیم. چون اولا خب از اصول ادب این هستش که طبیعتا استفاده از یه سری از کلمات در یه سری از فضاها یا در یه سری از ارتباطات اصولا خب درست نیست و خب این چیز غلطی هم نیست، ولی اقلا در فضای روانشناسی اون بی پرده بودن، لخت بودنه، بی سانسور بودنه به روانکاو من فکر کنم که کمک بیشتری میکنه که اون عمق و میزان احساسات شخصی که روانکاوی میشه را بتونه بهتر حس بکنه و شاید هم یه جوری ریشه یابی بکنه که این استفاده از این کلمات دقیقا از کجا میاد، از بچه مثلا خشم طرف میاد یا مثلا فرضاً صرفاً یه جنبه طنز داره یا جای دیگه ای هستش که مثلا فرضاً باعث میشه که این کلمه استفاده میشه. روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، از کجا آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم آخه ننمایی وطنم، به کجا می روم آخه ننمایی وطنم. آره، دو تا نکته در واقع باید اشاره کنم. حالا قبل از اینکه سوال تو رو بشنویم، منم باز دو تا نکته تو حرفای تو دیدم که واقعا میخوام تبیینش کنم برای شنوندگان. ببین، روانکاو از حرکات صورت ما، چشم ما، پازهایی که تو صحبت کردن داریم یا حتی اگر در مواردی اگر عوامل فیزیولوژی ما رو اندازه گیری کنه در زمان روانکاوی، مثل فشار خون، ضربان قلب یا خشکی بعضی از بخش‌های بدن به دلیل اینکه حالا مکانیزم حرکتی توی سلولا و بافتا میتونه در اثر احساسهای مختلف تغییر بکنه، کاملا متوجه شاید بشه. روانکاوهای با تجربه کاملا متوجه میشن که شما داری واژه رو تغییر میدی در زمانی که داری حستو بیان میکنی. ببین، یه نکته خیلی مهم میخوام بگم آرش، فلسفه روانکاوی به روش یونگ برقراری ارتباط با احساسات هستش. چرا؟ یونگ میگه که ناخودآگاه پیغامش پیغامای گنگیه. یعنی شما یه جایی یه اتفاقی داره میفته، مثلا یک حسی به نام حسادت در من شکل میگیره. یه آقایی رو میبینم که از من خوشتیپ‌تره، از من پولدارتره، نمیدونم زندگی شخصی و کاری بهتری داره. بعد در طول زندگی به من گفتن که حسادت کار بدیه، حسادت خیلی زشته، حسادت اینه، حسادت اونه. من این رو به سایه بردم، این حسادت رو، و لهش کردم در درون خودم. گفتم که آقا نه منکر کامل این شدم، در حالی که حسادت که در من له نمیشه اینجوری که با اینکه آقا حسادت چیز بدیه. من هر موقع این آقا رو میبینم مثلا
دهنم خشک میشه، چون ناخودآگاه له شده در طول این 40 و اندی سال تربیت من و گفتم بود ببرش حسادت جیزه، ببر عقب، اصلا نکنه به کسی حسادت کنی ها. من اصلا شهامت حسادت کردن به کسی رو ندارم، انکارش کردم و اصلا یهو دهنم خوش میشه، مهمونی بهم خوش نمیگذره، معده درد میگیرم، یا خیلی حالا مثالهای در واقع متنوع‌تری از این موضوع میشه گفت. و روانکاوی میخواد بگه آقا هیچ کدوم از این حسا قابل دیلیت کردن نیست و شما وقتی با واژه ها درست ارتباط برقرار کنید باعث میشه که روان جمعی و فردی رو هیستوریش رو بهتر داشته باشی و بدونی آقا حسادت هم یه بخشی از توه. حالا فقط وقتی که حسادت بروز میکنه بیا خودتو بالانس کن. حالا حسادت خیلی شکل منفیه، برمیگردم به تکستبوک های یونگ و فروید و بقیه کسانی که رو ناخودآگاه کار کردن. خب میدونید رو جنس مخالف اینا خیلی قوی کار کردن. اینا باز دوباره برمیگردم میگن آقا شما وقتی عاشق یه نفر میشی چی میشه که ما عاشق یه نفر میشیم میخوایم از همه چی بگذاریم به اون برسیم، بعد از 5 سال هم که بهش میرسیم دیگه اون برای ما خیلی عادی شده. میگن اون عملاً اون حمل کننده یک انرژی هست که در تو یا به شدت به سایه برده شده یا به شدت اگزاجره شده، با یه سیستم ارزشی داخل تو میکس شده. اون بنده خدایی که تو الان به این شکل افراطی عاشقشی حامل اون انرژی هست و اگر میخوای این درست حمل بشه تو باید اول بفهمی اون چه انرژی رو حمل میکنه و بیای در خودت روانکاوی بکنی که تو با این انرژی چه رفتاری کردی. برای همین منبر و پامنبری امروز ما خیلی های کانتنته، یعنی 3-4 تا موضوع رو با هم دیگه داره میگه کلمه ها رو بدون سانسور استفاده کنیم، 2 میگه بریم ببینیم آقا این ریشه این کلمه ای که مثلا 1500 سال پیش کوین شده به نام فتنه، بعد داره تو دنیای امروز دوباره استفاده میشه و خطاب میشه به یه گروه خاص. این دوتا رو بیایید با هم برید ضرب کنید ببینید چجوریه این اون موقع با چه معنی استفاده میشده. یه کلمه کوین شده به نام عبادت، عبد، بعد الان نماینده چی هستش در روان شما؟ موقعی که کوین شده نماینده چی بوده؟ روانکاوی منبر امروز این 2 تا بحث رو داره با هم دیگه میگه، یعنی هم بدون سانسور گفتن هم به ریشه کلمه بردن. و حالا منتظر میشم سوال تو رو بشنوم. خب ببین متوجه شدم. من فقط یه مطلبی، ما یه چیزی یعنی یه روی کردی حالا هم در سبک زندگی داریم هم در روانشناسی مدرن اخیر داریم به نام مایندفولنس، که اینی که تو اشاره کردی به احساسات من خیلی سمت در واقع روی کرد بود که روانکاو یا خود شخص حالا در اون مدل زندگیش انگار در یک مراقبه دائم همیشه داره خودش رو ابزرو میکنه که الان این اتفاق افتاد در بدن من، چه اتفاقی افتاد، یا مثلا الان من کجای بدنم چه حالی شد یا فلان اینا. و بعد از یه مدتی خب یه کدیابی میشه که هر کدوم از این احساساتی که در بدن ظهور و بروز میکنه نماینده چه حسیه و چه جوریه. یعنی خیلی جالبه که حتی به عنوان یه سبک زندگی داره الان بهش نگاه میشه. یعنی قبل از که اصلا آدم‌ها احتیاج پیدا کنن که به خاطر پیچیدگی‌های درونی یا روانی خودشون بخوان چیز بکنن به روانپزشک مراجعه بکنن، اینا اصلا به عنوان یه رویکرد زندگی دارن الان بهش نگاه میکنن. این یه مطلب. ولی اولا میخواستم ببینم که آیا این، چون من دقیقا نمیدونم ریشه در واقع این جنبش مایندفولنسی که الان راه افتاده الان آیا برمیگرده به روانشناسی یونگ یا حالا بیشتر فرویدیه، هیچ چیز خاصی در تاش ندارم. ولی چون صحبت از احساسات کردین، احساسات منو بیشتر برد سمت این که احتمالا این یه ریشه یونگی داره. اینو بعدم نمیاد که در تاش بیشتر اگه میدونی توضیح بدی. و در رابطه با اون قسمت دوم که در رابطه با ریشه‌های تاریخی در واقع کلمات هستش، آره دقیقاً خیلی از کلماتی که یک زمانی فضیلت محسوب می‌شدن الان جزء رذیلت‌های در واقع جامعه است. یعنی کتابی می‌خونم به نام قدرت اسطوره، یک مصاحبه است با جوزف کمبل که
به قول معروف اصطلاحاً بهش میگن پیامبر علم اسطوره شناسی، یه چیز خیلی جالبی داره. اونم اینه که میگه که جوامع امروز الان اسطوره‌ای ندارن که بهش رجوع بکنن و بر اساس اون در واقع شکل زندگی اسطوره‌ای یه رول مدلی برای خودشون تعریف بکنن و بتونن چیز کنن. به همین جهت بر لابلای خطوط اسطوره‌ها رو بشناسن و درک بکنن که لزوما اسطوره در زمان نمیمونه و بر اساس مقتضیات زمانی در واقع هر زمانی این اسطوره میتونه یه انعطاف‌هایی داشته باشه. به همین جهت ممکنه رذیلت‌های یک زمان فضیلت‌های امروز و فضیلت‌های اون زمان رذیلت‌های امروز باشه. کلمات هم مثل که دقیقاً همین حالت پیدا میکنه، انگار که مثلا فرضاً چیزی که یه زمانی یه بار خیلی عمیق معنوی میتونسته باش هم بشه یا یه بار حماسی خیلی خاصی میتونسته باش هم بشه، الان دقیقاً وقتی به کار میبری یک اشمئزازی بیشتر ایجاد میکنه تا اون بار معنوی. و همینجد فکر میکنم که یه جوری ربط پیدا میکنه به همون داستانی که در طول زمان ما به خاطر اتفاقاتی که میفته کلمات اون بار عمیق معنایی خودشون از دست بعضن میدن و به سمتی میرن که شاید اصلا دقیقاً تبدیل به ضد خودشون میشه. تم آوای کلیسا، وهم نجواهای بودا، ورد معبدای هندو، جرأت انکار خدا، خط مبهم کتیبه، باغ‌های سبز بابل، تاق‌های تخت جمشید، ناله‌های ویولنسل، فکر فلسفه فریبی، هنر و تاریخ و عرفان، بازی تولد و مرگ، احتمال صفر امکان. من جهان بینی ندارم، من الفبای جدیدم، من فقط عشق، فقط تو، من به آرامش رسیدم. ببین 3 تا موضوع رو مطرح کردی، خیلی ازت تشکر میکنم و خدا رو شکر میکنم که هم صحبت من تو این پادکست شما هستی. من و ساغر یه لیست بلندبالایی از آدم‌های مختلف برای خودمون نوشتیم که بگیم آقا تو این محتوا کی میتونه به ما کمک کنه با به قول معروف داشتن سوالاتی که بتونه عمق کانورسیشن ما رو ببره پایین‌تر، یعنی هی دپت بده. و الان این 3 تا سوالی که مطرح کردی، یعنی هم اشاره به مایندفولنس، هم روابط، اصلا کلا یه سوال تاریخی از یونگ و فروید کردی و بحث آخر بحث اسطوره ها که حالا جوزف کمپل به هر حال یه یونگیان حساب میشه، کاملا لیبل یونگیان بودن برازندش هستش. من اول ازت تشکر میکنم بابت 3 تا سوال و بعد میرم سراغ اینا. ببین مایندفولنس یه تاکید مشخص داره بای دفینیشن اگه بخوایم حرف بزنیم، میگه آقا احساس رو بدون جاجمنت لمسش کن، یعنی اون حسی که اون لحظه داری اجازه نده ناخودآگاه فردی یا جمعی تو باعث شکلگیری اون حس شده. درسته؟ یه حسی الان تو نسبت به یه چیزی یه حسی داری. حالا اگر شما داری یه فیلمی رو میبینی، یه حسی پیدا میکنی، اون لحظه که اشکت مثلا میخواد بیاد، اگه بچت کنارت باشه مثلا یهو ایگو فعال میشه، میگه الان گریه نکن، گریه نشانه ضعف، چون گفتن مرد که گریه نمیکنه. این ایگو اصلا کار ایگو چیه؟ کار ایگو اینه که از تو مراقبت کنه. چجوری از تو مراقبت کنه؟ با توجه به داده هایی که داره در طول زمان. یکی از این داده هایی بوده که مرد که گریه نمیکنه. پس درنچه من دارم الان فیلم میبینم و بیچاره دارم میشم از اوج هیجان، ولی چون بچه‌م کنارم نشسته ایگو میگه مبادا گریه کنی یا مبادا گریه کنی یا مبادا گریه کنی. ناخودآگاه اینجا نمیتونه خودش رو بروز بکنه و اذیت میشه. مایندفولنس میگه آقا تو مومنت باید زندگی کنی و این چیزایی که ایگو برات میاره رو، این بده این خوبه، اینا رو بذاری کنار. که حالا برای این خب یه عالمه تمرین هست. شما توی یه فضایی میری 1 ساعت
چه تمرینات بدنی خاصی میکنی یا تمرینات ذهنی خاصی میکنی، چون ایگو که ساکت نمیشینه، که ناخودآگاه هم ساکت نمیشینه. بدون این دوتا هم که ما نمیتونیم زندگی کنیم. پس ما همش باید اینا رو با هم متعادل کنیم. اگه ایگویی وجود نداشت، من و تو اصلا بلد نبودیم الان حرف بزنیم، من و تو زبان دوم یاد نمیگرفتیم. حالا شما که زبان سوم هم تو مونترال زندگی میکنی، زبان سوم هم بلدی. ما اصلا درس نمیتونستیم بخونیم، هیچ چیزی رو نمیتونستیم یاد بگیریم. همه این یادگیری ها مال ایگوه. ولی مسئله اینجاست که این یادگیری ها در نیمه دوم عمر ما باهاش چه بکنیم. این بحث مایندفولنسه. در مورد فروید و یونگ و اینا، ببین کلا از لحاظ تاریخی این گروه از روانشناس، یعنی فروید، ادلر، یونگ، اینا اومدن دروازه ناخودآگاه رو باز کردن. کلا گفتن آقا ما 80-90% تصمیمات زندگیمون ریشه در ناخودآگاه هامون داره و برای اینه که یه نفر مثلا دست به خاک میزنه جواهر میشه، یه نفر دست به جواهر میزنه خاک میشه. در مثال خیلی ساده بهش از بچگی حالیش کردن که آقا تو بیزینسمن نیستی، هر چقدر فرصت خوب براش پیش بیاد خودش یه کارایی میکنه که بیزینس خراب شه. یا در روابط به یه دختری از بچگی پدرش گفته تو باید بجنگی مرد باشی، تو باید بری مثل مردا بجنگی. این زنانگی در این دختر از بین رفته و الان میبینیم مثلا چه میدونم 40 سال سنشه، یک نمای بیرونی فوق‌العاده خوب داره ولی از درون نابوده، فروپاشی شده است. چرا؟ چون ایگو یه جوری شکل گرفته. هر جایی تو بخوای زنانگی بکنی یعنی دختر ضعیفی هستی. هر جایی بخوای تو یک رابطه بری به یه نفر دیگه اعتماد کنی یعنی دختر ضعیفی هستی. و ما آدمایی میبینیم که دست به خاک میزنن جواهر میشه، پر از آدمای این جامعه که دست به جواهر میزنن خاک میشه، پر از آدمایی رو میبینیم که تو هر رابطه میرن 6 ماه، 1 سال، 1 سال و نیم، یا به این نتیجه میرسن که طرف لیاقت اینا رو نداره یا یه ایرادی رو طرف میذارن. اصلا اون جنگ لازم برای شکل گیری رابطه رو نمیتونن داشته باشن، به دلیل اینکه اصلا در کون خودش رو لایق چنین عشقی نمیبینه. ولی ایگو که نمیاد بهش بگی که تو خودت رو لایق این عشق نمیبینی، ایگو میاد ایراد میذاره رو اون طرف، چون ایگو قراره محافظت کنه از ما. پس ببین فروید دروازه رو باز کرد، اما تمرکز کارش بر این بود که آقا سکس مهمترین عنصر شکلگیری ناخودآگاهه. اما یونگ اومد گفت نه، سکس یکی از المانهای اونه و مهمه، فرهنگ اسطوره هاست. از اون فراتر رفت گفت آقا هوش جمعی ما از کل تاریخ ناخودآگاه داره که این ناخودآگاه در درون ماست و طبیعتا رفت وارد فضای اسطوره ها و آرکیتایپ ها و اینا شد که خب حالا یکی مثل جوزف کمپل هم این اسطوره ها رو به خوبی تقسیم بندی کرده. بعد دیگه الان تو دنیای امروز شما میبینی که اسطوره هایی که یونگ شناسایی کرد، شما با یه تست میتونی بفهمی کدوم اسطوره ها و کدوم انرژی ها در تو مثلا قوی تره یا ضعیف تره. گرچه که من خودم سالها از این تست‌ها استفاده کردم و دست همه اونایی که این تست‌ها رو طراحی کردن درد نکنه، ولی خب در مراحل بالایی تست‌های روانشناسی به خصوص اونایی که با جواب‌های محدود هست، یعنی مثلا 4 جواب هستش، اساساً با فلسفه بنیادی یونگ خیلی همخونی نداره، فقط به خاطر اینکه جامعه باید یه جواب میگرفته. یعنی یه کسی مثلا یه مجموعه درست شده دیگه مجبور بوده یه خروجی ظرف 45 دقیقه به طرف بده، میگفته بی بشین این تستو بده تا من بهت بتونم یه خروجی بدم. اما موضوع آخری که در مورد اسطوره ها گفتی خیلی موضوع پیچیده و مهمیه. من فقط برمیگردم به گفتگوهایی که قبل از تهیه این پادکست با تو داشتیم. تو به من گفتی آقا من وکیل مدافع شنونده هام اینجا یه سوالی میکنم باید حتما تو یا جوابشو بدی یا بگی که بلد نیستم یا اینکه شهامتشو ندارم که راجع به این موضوع حرف بزنم. من بخوام سوال آخرم به جواب بدم، ببین اسطوره ها مبنایی برای شناختن انرژی های موجود ما هستند. یعنی ما انواع اسطوره ها رو باید بررسی بکنیم تا ببینیم که انرژی موجود ما در کدوم ها غیر متعادله، مثبت منفی زیاد، کم، نپخته است، به سایه برده شده است و غیره.
اما در نیمه دوم عمر یونگ میگه که شما خودت باید اسطوره خودت بشی. یعنی فرایند ایندیویدویشن فرایندی هستش که میگه ما چگونه خودمون اسطوره خودمون بشیم. و حالا برای اینکه این اسطوره رو ترسیم بکنیم، مجموعه اسطوره هایی که در طول تاریخ بوده میتونه مطالعهش برای ما کمک بکنه. اسطوره هایی که در فضای فرهنگی ما بوده، مثل اسطوره های ادبی، رستم، سهراب، اینا میتونه الگو باشه. اسطوره های دینی، حسین میتونه یه اسطوره باشه که چه بخوایم چه نخوایم، چه موافق باشیم چه مخالف باشیم، یه جایگاه مهمی در ناخودآگاه ما داره، چون دیدیم، چون شنیدیم، چون الگو گرفتیم. پس دینی ها هم کلن اسطوره های مهمی هن که میتونن تو ذهن ما باشن. حالا میریم اسطوره های انقلاب شکوهمند هم راجع بهش صحبت میکنیم. پس فردی، پدر و مادر، جمعی، دین، ادبیات و انقلاب شکوهمند. حالا از شانس من و تو مثلا اسطوره ما حسین فهمیده که آقا یکیه که این ویژگی ها رو داره و تو اون ناخودآگاهه یهو میشه اسطوره. یا کسانی که در واقع در دوران نوجوانی به ما هویت دادن. دیدی تو نوجوانی بچه‌ها یهو یه سریاشون تو دبیرستان‌های ما، یا یه سریاشون خیلی اینوری میشدن، یا یه سریام یهو میرفتن عضو بسیج و اینجور چیزا میشدن، مدل ریششون عوض میشد، یه شکلی میاد. اینا داشتن هویتشون رو دریافت میکردن. حالا پایه کتاب من برنامه هم همینه دیگه. من از این خانواده غیر مذهبی بیرون اومدم و بزرگ شدم. من اصلا سورسی نداشتم برای اطلاعات بیشتر و مجبور شدم که به سورسای دینی رو بیارم برای اینکه هویت خودم رو پیدا بکنم و خیلی جاش اشتباه شد و حالا ما تو نیمه دوم فرایند ایندیویدویشن از دید یونگ همین مسیریه که اسطوره‌های قبلی رو بشناسی، قدرت اونا رو در روان تشخیص بدی، حالا خودت رو بنا بکنی به شکلی که یک اسطوره باشی. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن، کاوه آهنگری ضحاکش، خود که دشمن افکنی ناپاکش، رخشی و رستم برو پا در رکاب، تا نبیند دشمنت هرگز به خواب. مرزداران دلیرت جان به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف، خون به دل کردند دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، اشتباه شد. من فکر میکنم که چیز به نام اشتباه شد در مسیر زندگی ما وجود نداره. ما داریم در واقع لحظات کمالمون رو زندگی میکنیم. یعنی بحث همون رذیلت و فضیلت هاست که بعضا باش درگیر میشیم. بعضی وقتا که یک کاری انجام میدیم در یه زمان احساس کنیم کار خیلی خوبیه، بعد از این مدت که برمیگردیم بهش احساس کنیم نه کار بدیه، چون حال شاید اسطوره‌های ذهنیمون عوض شده یا اصلا اشتباه گرفته بودیم اسطوره یا هر داستانی. ولی مطلب اینه که بر اساس اصل عدم قطعیت هیچ چیز قطعی در این دنیا وجود نداره. یعنی اگر که شما بگین که مثلا فرضاً اگر یه نفری یه زمانی، من دیدگاه مذهبیش میگم، یه زمانی مثلا رفته یک مدل اکستریم از زندگی رو تجربه کرده، مثلا چون عرقخوری کرده، خانم بازی کرده، تای دنیا رو سوراخ کرده، هر کاری که دلش خواسته کرده و بعد مثلا در نیمه دوم عمرش احساس کرد که راه اشتباهی رفته، بعد میره عابد و زاهد میشه. این نقطه پایانی طرف نیست، برعکسش هم نقطه پایانی طرف نیست. یعنی ممکنه کسی با یه چیزی شروع بکنه، در میانه راه احساس بکنه که اون مسیر که رفته اشتباهه، بره یه مسیر دیگه یه تجربه بکنه و بعد دوباره برگرده به همون چیزی که شروع کرده، ولی با یه رویکرد آگاهانه تر
و عمیق‌تری نسبت به داستان. یعنی وقتی که لیبل اشتباه بهش خورده میشه دیگه غیر قابل برگشت میشه به نظر من. ولی اگه به عنوان یک تجربه در واقع لحظه‌ای از زندگی، اگه چون زندگی همش یک آنه، فقط این آن یه بعد زمانی یه مقدار طولانی یا کوتاه‌تری داره، ولی در این تجربه آن میتونسته در اون لحظه پذیرنده باشه آدم نسبت بهش یا پذیرنده نباشه و در لحظه دیگه دوباره معکوس همون اتفاق بیفته. یعنی چون درون ما در واقع در تطور ما همش در حال تغییریم، ایده های جدید، اطلاعات جدید و مسیر رشد زندگی طبیعتاً به ما این امکانو میده که نسبت به چیزی که داریم نگاه میکنیم هر لحظه یه پوینت آف ویو، یه دوربینه هی سمتش بچرخ، از یه زاویه دیگه نگاهش کنی. یه دفعه میگیم نه این کار خوبی نکردم، دفعه میگیم کار بدی هم نکردم، ولی اگه این کارو میکردم بهتر بود، دفعه میگیم کار خیلی درستی کردم، بعد دفعه آخرش مثلا میگیم نه اصلا کار کلا غلط بود، برای اینکه اصلا نگاه من نسبت به این کار اصلا غلط بود. اگر که کلا مثلا این کارو به این شکل انجامش میدادم شاید یه نتیجه دیگه میگرفتم. بعد آخر عمری هم مثلا میگه همه رو اشتباه کردم. یعنی مثلا همش انگار که یه سری داده میاد و میره، فقط مهم اینه که من توقف تو اون چیزی که در اون لحظه دریافت میشه آدم اتفاق نیفته. یه اصطلاحی هستش در عرفان میگن سالک باید رونده باشه. سالک رونده منظور اینه که مثلا اگه شما در مسیر سلوکت اگه مثلا فرضاً به یه کرامتی رسیدی یا یه تجربه معنوی یا کردی که چیز هستش، یه گشایشی میشه و تو احساس کنی واو یه اتفاقی داره میفته، اونجا نقطه توقفت نشه. چیز بکنی که مثلا فقط این صرفا یک منزلگاه سر مسیر منه، مسیر کمال منه، نظاره‌ای و گذری که ادامه بدیم مسیر. خیلی ها هستن تو اون توقفگاه ها میمونن، مثلا چه میدونم طرف فرضاً یه خواب یه رویای صادقه‌ای میبینه، یه چیزی میبینه که بعداً درست از آب در میاد، فکر میکنه صاحب کرامت شده، دیگه هیچ کاری نمیکنه، دیگه هیچ حرکتی نمیکنه، دیگه هیچ به سمت کمالی حرکت نمیکنه. چرا؟ فکر میکنه من رسیدم دیگه، الان من همه این بعد میرفتم که مثلا میرسیدم به این نقطه، الان رسیدم، در صورتی که اون دقیقاً نقطه مرگ طرفه. و همینجوری من یه مقدار حالا میام با این دور برگردم به صحبت که کردم، با این کلمه اشتباهه یه ذره زاویه دارم به جهتی که احساس میکنم که در هر زمان اشتباه و درسته میتونه یه مقداری متفاوت باشه. خیلی تذکر به جایی بود، من ممنونم. اشتباه پشتش قضاوت میاره، یعنی این کلمه‌ایه که داره وزن میده به یه رفتاری و تذکر بسیار مهمی بود. نکته خیلی اساسیه، یعنی ما فقط باید تجربه کنیم و تعصب نداشته باشیم. یه بحث عمیقی است. این انرژی در طول زمان و مکان و سن و اینا تغییر میکنه و حتی این اسطوره‌ای هم که صحبت شد، باز برمیگردیم به اسطوره‌های یونگ و حالا جوزف کمپل رو که تو اشاره کردیم. من میخوام بگم که اصالت این انرژی‌ها و سورس این انرژی‌ها برای یونگ مهمه. میگه که آقا شما باید ببینین این انرژی رو برای چی داری حمل میکنی. همون مثالی که برات زدم، آقا شما برای چی داری بیرون خونه انقدر می جنگی و اصلا حاضر نیستی زنانگی رو تجربه کنی؟ آقا شما برای چی انقدر داری کار میکنی و یه لحظه که نشستی یه جایی احساس عذاب وجدان داری و میگی بازم باید برم کار بکنم؟ این یه موضوعی در مورد خود من. میدونید من تو سفرهام یکی از مواردی که واقعا برمیگردم به نیمه اول زندگی مشترکم با ساغر احساس گناه میکنم اینه که من همه سفرام رو جوری میرفتم که تعطیلات من تو سفر باشم، یعنی در طول هفته از کارهای موجود سفره برای کاره، ولی باز همش جوری میتونم مثلا برم اینجوری اصلا یه کارهایی میکردم که باور نکردنیه و از وقت خونه و زندگی میزدم، چون همش میگم باید بدویم، بشینی گناهه و عملاً هم میبینی نتیجه اونقدر از لحاظ مالی فعلا شکل نگرفته. حالا من یه به شوخی رئیسی داشتیم و اوایل 5 سال کار کردم، میگفت تو 15 سال تجربه داری چون اصلا انقدر کار میکنی، جز کار کردن هیچ کار دیگه ای نمیکنی. ما باید اصالت اون انرژی رو در خودمون پیدا کنیم. من ببینم برای چی دارم این کار رو میکنم، برای چی دارم این انرژی رو حمل میکنم. نکته مهمیه. اما یک چیزی که قبل از این که بخوام برگردم به کلمه و قدرت کلمه در فرایند خودشناسی که به قول معروف پایبندی خودمون رو به موضوع اپیزود امروز حفظ بکنیم،
یه جرقه زد در ذهن من اون جایی که گفتی تعصب نباید داشته باشیم و دراویش میگن که باید رونده باشی، حتی اگه کشف بزرگم کردی از این کشف رد بشی. ببین ما تو ادبیات سازمانی، یعنی تو بحث مدیریت، اینجا یه ساختار خیلی مشخصی داریم. تو بحث مدیریت یه واژه داریم به نام learning organization، سازمان‌های یادگیرنده. حالا ترجمه‌های دیگه‌ای هم براش هستش ولی من یادگیرنده رو انتخاب میکنم. میگه مهمترین ویژه سازمان‌های یادگیرنده اینه که بتونن موفقیت‌های خودشون رو زیر پا بذارن. یعنی اونی که یه موفقیت بزرگ داره در طول زمان اگه خیلی روش تعصب داشته باشه میشه بلکبری. آقا یه موفقیت داشته کیبورد آورده روی موبایل و اینا، یکی دیگه میاد میگه آقا من اصلا کلا میخوام هیچی نداشته باشه موبایل و میزنه بلکبری رو جمعش میکنه. این موضوع رو یونگ خیلی وحشتناک و از شیوه مولانا به شکل بسیار دریده‌ای در یک کتاب مطرح کرده در مورد خدا. میگه که خدا رو اگر شما بهش فریم بدی، یه فریم ثابت بدی و فکر کنی که خدا رو شناختی با این فریم، همون لحظه باید بشکنیش اون فریم رو، وگرنه یه بت از خدا درست کردی حالا میری جلو. که تو مذاهب به شدت داریم میبینیم این رو. یعنی یه مذهب اومده مثلا 400 سال دامینیت بوده، بعد مذهب بعدی اومده 2000 سال دامینیت بوده، مذهب بعدی اومده و همه میگن ما کاملترین ماییم. هر جایی که اعلام کردی کاملترین تویی، اونجا دیگه بت شده. و یه کتابی داره یونگ تو این موضوع که آرش باور کن من انگلیسیشو 3-4 بار خوندم، فارسیشو نمیتونستم اینجا گیر بیارم، رفتم یه وایسشو یه جایی پیدا کردم. تو ایران که اصلا شهامتشو نشدم. این کتاب رو من اولین بار فکر میکنم مثلا حدود سالهای 2010-11 و تو کلاسای سهیل رضایی اولین بار به گوشم خورد که کتاب عنوانش از پاسخ به یعقوب. یونگ نوشته این کتاب رو و من اون موقع که اصلا جرأت اینو نداشتم که وقتی شنیدم این تعریفو از کتاب گفتم اصلا اون کتاب به درد من نمیخوره، ولش کن. بعد دیگه اومدم کانادا تو این فضای بدون سانسور و آزادی کلام و همش هم با این یونگیانای کانادایی که همه چی رو کلا میبرن زیر سوال بودن، کم کم تجربه یک کتابو خریدم. خیلی هم کتاب کوتاه، خیلی کوتاه. میاد زجرایی که کشیده شده، میگن صبر ایوب، ببخشید فکر کنم جلوتر گفتم یعقوب، پاسخ به ایوب هستش. زجرایی که در یک گفتگو یونگ میاد میگه خدا تو هم انگار که یه سری سایه ها داری و این همه زجری که به این آدم دادی نشون میده که تو هم در واقع خیر و شر رو با هم در درون خودت داری. همین الانم که دارم میگم واقعا حواسم داره پرت میشه، احساس میکنم از اینجا به بعد کیفیت پادکست بد خواهد شد، چون من دوست ندارم راجع به این موضوع الان بیشتر از این صحبت کنم چون تواناییش رو در خودم نمیبینم. ولی کاملا حرف رو قبول دارم، شاید 15 سال دیگه من بتونم بیشتر راجع به این صحبت کنم. کتاب رو 3-4 بار خوندم ولی واقعا جرأت نمی‌کنم بیشتر بخونمش، برم جلوتر. با یک ادبیات در واقع بسیار جسورانه‌ای میاد روانکاوی میکنه خدا رو و میگه آقا خدا هم از این دو بخش تشکیل شده، پس ما هم بیایم راجع به ازداد خودمون راحت‌تر صحبت بکنیم. و اینجاست که برخورد با کلمه ها، بکارگیری کلمه ها، سانسور نکردن کلمه ها تو فرآیند خودشناسی با ما کمک میکنه. شما میبینی یونگ در اواخر عمرش این کتاب Answer to Job رو نوشته، در حالی که خودش میگه آقا مثلا من فلان تاریخ فلان جا فلان حرفی زدم الان دیگه قبول ندارم اصلا. و ما باید بتونیم اگر این تغییر رو میخوایم تجربه کنیم باید بتونیم با کلمه هایی که استفاده میکنیم روبرو بشیم، هی سانسورشون نکنیم، اگه یه چیزی به ذهنمون میاد به حسمون توجه بکنیم. و طبیعتا همون ابزارهای قبلی رو دیگه نمیخوام اینجا تکرار کنم، در رأسشون نوشتن، تولید کردن محتوا برای ناخودآگاهمون، یعنی محتوایی رو تولید کنیم که سورسش ناخودآگاهمونه، نه محتوایی رو تولید کنیم که سورسش ایگومونه. خیلی جالبه آرش بدونی من اوایل که این منبرا رو مینوشتم 2 روانکاو بسیار بسیار
کارکشته، اسمشون رو من نمیارم به دلیل اینکه یکیشون نظر مثبت داشته یکیشون نظر منفی. 2 روانکاوی که خیلی مشهورن تو این فضاها، نامبر وانا ایران هستن. یکیشون به من گفتش که منبرهای تو بسیار بی ساختاره و اصلا مناسب کتاب چاپ کردن نیستش. یکی دیگه شون اومد به من گفت ببین حالا اونی که گفت منبرات خوبه رو میتونم بگم، اونی که گفت بعد رو نمیگم الان. اونی که گفت خوبه آقای دکتر سرگلزایی بود. آقای دکتر به من گفتش که دست نزن به نوشتهات، بقیه این نوشته ها که هست توی مارکت، کتاب ساختار یافته در مورد یون که پره. اصلا من یه نفر رو، یه دانشجو روانشناسی رو هایر کردم، حدوداً آقا متا دیتا های یونگ رو برای من ما فقط 600 کتاب و مقاله در مورد یونگ داریم که ساختار یافته است. و من الان اینجا توی کتابخونه خودم یه جدول اکسل دارم که این 600 تا اسمش مشخصه، تاریخ چاپشون فلان، اون موقع اون پروژه اینجوری شد برای من. حالا الان بعد 6-7 سال مثلا آپدیت بشه، شاید شده 700. ولی آقای دکتر سرگلزایی به من گفت همینی که هست حاصل ناخودآگاه توئه، در حالی که یک کسی دیگه مشهورتر از آقای سرگلزایی به من گفتش که نه این باید ساختار پیدا کنه. وقتی من با ساغر اومدم مشورت کردم گفتم آقا ببین این اینو میگه، هر دو هم آدمای گردن کلفتی هن. من حرف سرگلزایی رو انتخاب کردم. اول منبرا رو نوشتم که کاملا بر مبنای ناخودآگاه باشه، ساختارهای پیچیده تر، طنز، هر کلمه‌ای میاد بیاد بیرون. بعد حالا تموم که شد، حالا که خواستیم کتابش بکنیم، یه پامنبری هم به قول معروف به توصیه سهیل نوشتم که آقا نوشتهات اگر مرتب هستش اب نداره، من حالا این بر مرتبش هم میکنم، ولی تیکه مرتب شده پامنبری حاصل خودآگاه منه، حاصل همه نوشته هایی که خوندم، حاصل ایگوه که میگه آقا اینجوری باید با ناخودآگاه برخورد کنی. ولی تیکه منبر حاصل ناخودآگاهه، خودش هم اینجوری زده بیرون. من سری نوشتم، بعد دیدم که خب میبینی که کلمات زشت توش هستش، گهگداری ساختار ادبی رعایت نشده و مواردی از این دست. تمام تلاشمو کردم 3 تا موضوعی که گفتی رو اشاره بکنم و چیزی رو بی جواب نذارم. همین الانم نزدیک به 30-40 دقیقه صحبت کردیم، خدا رو شکر میکنم بابت این گفتگویی که با تو داریم. معنی دل بستن، معنی پیوستن، معنی دل کندن، گسستن، معنی خاطره، آنچه بر کسی گذشته و در حافظش مانده، معنی حافظه، آرزوی ضبط و نگهداری مطالب بقایی، معنی آرزه، اتفاق پیش آمد، مرض عشق، معنی فاصله، مسافت بین دو چیز یا دو کس. تو خیلی دوری، خیلی دوری، تو خیلی دوری، خیلی دور، تو خیلی دوری، خیلی دوری، تو خیلی دوری، خیلی دور. رضا جان ببین دقیقا من چون که موضوع در رابطه با سانسور کلمه بود من دست رو اون داستان گذاشتم، یعنی که احساس کردم که الان شاید واقعا داره اون ایگوه میاد جلوی که بحث اشتباه مطرح میشه، چون آدم همیشه دلش میخواد بگه الان این نقطه‌ای که من الان هستم نقطه درسته از قبلی اشتباه، در صورتی که فردا هم بگی امروز اشتباه بود فردا درسته. یعنی همیشه یه چیزی هستش که ما به سمتش حرکت، مثلا اون داستان افقی که ما به سمتش رانندگی میکنیم و هیچ وقت بهش نمیرسیم، هیچ وقت درست مطلقی وجود نداره تا زمانی که ما در مسیریم درستیم، بقیه‌اش دیگه مقدار چیز میشه. اینا یه مطلب. بعدش هم یه چیزی از در واقع یکی از اسطورهای دینی که استفاده کردی، یه مطلب من دوست داشتم در این رابطه اضافه کنم ولی اگه وقت اجازه بده، اونم این که استفاده از در واقع نام در واقع حضرت امام حسین بود
یه بزرگی یه مطلب با مزه میگفتش که برای امام حسین قیمه پختن و سینه زدن کار خیلی راحت تریه تا مثل امام حسین زندگی کردن. ما در واقع اون اسطوره ها رو بعضی وقتا اشتباهی میشناسیمشون و در واقع خدمت به اون اسطوره رو هم اشتباهی درکش میکنیم و بعد یه مسیر اشتباه میریم، بعد آخر سر که به یه بنبستی میخوریم تقصیر اسطوره میندازیم، در صورتی که من حالا بدونی که بخوام دفاعی از هیچ چیز در واقع دینی یا چیزی بکنم، کلا به صورت یه چیز کلی شما هر چیزیه که بر اساس همون فریمی که خودت داری میگی، دقیقاً وقتی که ما فریمی رو برای چیزی ایجاد میکنیم اگه جوابگونی تقصیر فریم ماست، تقصیر اون مطلب نیست. و برای همین هم هستش که مثلا فرضاً خیلی‌ها هستن که عقایدشون رو در رابطه با یه چیزی از دست میدن، مثلا با خدا قهر میکنن ولی بعد میرن به یه شکل کاملا معنوی و عمیقی دوباره ارتباطشون با خدا شکل میگیره. اون شکل در واقع فرمایشیه که مثلا دین دوست داره خیلی نشون بده رو شاید دیگه رعایت نکنن، ولی رابطه خیلی عمیق‌تر، کاملا پراگماتیک‌تر و خیلی دو طرفه تری اتفاق میفته تا اون شکل فقط صرفا مکانیکی که یه سری اعمال باید انجام بشه و خب حتما این اعمال باید لزوما یه ثوابی داشته باشه، یعنی شکل کاسب کارانه میره کنار، شکل در واقع عاشقانه میاد وسط که یه چیزی باشه. همینجوری اینا همه من فکر کنم توی مقطع‌های مختلف زندگی بر اساس اون چیزی که یاد میگیریم، بر اساس اون درسی که در واقع فضای زندگی به ما میده، باعث میشه که یه جاهایی یا فکر میکنیم خیلی داریم درست حرکت میکنیم، بعد از یه مدت بریم نتیجه برسیم که واقعا داشتیم مثلا فضای یه مسیری یا یه جوری دیگه میرفتیم که شاید درست نبوده، بعد میریم سمت یه چیزی که فکر کنیم حالا دیگه حتما این درسته، بعد دوباره بعد از یه مدتی به نتیجه میرسیم که نه اینم اون درست مطلقه نبوده، میتونه که به یه چیزی برسه. همچنین ما باز برگشتم به اون تذکری که دادم، برای اینکه فکر میکنم که همونطور که خودت گفتی نباید سانسور کنیم اون چیزی که در درونمونه، هر احساسی که هست احساس اون لحظه است، طبیعتا قطعیتی نداره. ببین نکته مهمی رو اشاره کردی، من میخوام از باز برگردم به موضوع منبر امروزمون. ببین من امام حسین رو حسین خطاب کردم، شما حضرت امام حسین مطرح کردی، یا مولانا رو بعضیا رومی فقط میگن، بعضیا میگن حضرت مولانا. در مورد خیلی ها این صفات به کار گرفته میشه. ببین یونگ به شکلی وقتی که میگه به اصالت میخوایم برسید، یک بار از همه اسطورهاتون صفتها رو جدا کنید، بعد نگاهشون کنید و این دفعه اگه تصمیم گرفتید دوباره این صفتها رو بدید. تو یکی دو تا اپیزود قبل گفتم یکی از بهترین اتفاقات زندگیم این بود که قداست قرآن رو گرفتم و شروع کردم واقعا خوندنش. آقا تونستم درست بخونمش، مثلا در حال دویدن تفسیر قرآن گفتم من 10 آیه در روز گوش میدادم با تفسیر. خیلی کار وقتگیری بود. خب من این وقت رو نداشتم با توجه به حجم کاری که اینجا دارم و من مجبور بودم در حال دویدن یا روی تردمیل یا یه کار خونه کردن یا یه چیز دیگه اینا رو با دقت گوش بدم، در حالی که قبلش اون قداسته اصلا اجازه نمیداد من خوابیده مثلا بشینم قرآن بخونم یا مثلا تو گوشم قرآن پخش بشه مثلا برم تو دستشویی. ما قداست رو باید جدا بکنیم تا بتونیم واقعی‌تر به موضوع نگاه کنیم و یه سری به کارگیری یه سری کلمات، حالا نه در مورد اسطوره‌های دینی، من این منظورم اسطوره‌های دینی نیست، ولی اسطوره‌های سیاسی که ما کلمه میذاریم، یعنی اولیا حضرت، شاه شاهان، قدس السر شریف، ما این کلمه‌ای که میذاریم وزن داره. ما اینو پشت یه کسی میذاریم که گفته به ما اقتصاد مال خره. حالا باز من فقط دارم از لحاظ سایه اجتماعی به این موضوع نگاه میکنم، اصلاً سیاسی نیستش. این یک سایه اجتماعیه که از دید یونگ میگه انقدر انرژی جمع شده که یه نفر به شما میاد میگه اقتصاد مال خره، 400,000 نفر تو بیت زهرا هورا براش میکشن، 1,000,000 نفر تو تلویزیون میبینن هورا میکشن براش. این یک سایه، این تقصیر اون نفره نیست، اصلا تقصیر اون سایه جمعیه که داریم. حالا من دارم یه بحث سیاسی فلسفی اجتماعی پیچیده رو میگم، نه آقا برمیگردیم به چیزی که یونگ همه تکست بوکاش روش نوشته، عشق زمینی. الله اکبر، الله اکبر. بوی گل سوسن و یاسمن آید، از بهاران کنون از وطن آید.
دست بازوی تن آمد، رهبر محبوب خلق از سفر آمد. گیت رو بیرون رود فرشته در آید، گیت رو بیرون رود فرشته در آید. اصلا کتاب منم به یک معشوقی تقدیم شده که قصد وصالش رو ندارم. عشق زمینی، یعنی کسی که شما عاشقش میشی، بعد میری خودتو میکشی، رگشو میزنی، اینجوری میکنی اینجوری میکنی، بعد میری باهاش ازدواج میکنی، بعد 10 سال دیگه میگی که آقا همه مشکلات من از اینه، اگه این نبود من اینقدر مشکل نداشتم. این همون عشقی بود که شما پروژکت کردی. این بدبخت بیچاره همونیه که 10 سال پیش بود، فقط تویی که الان داری واقعی میبینیش. تو الان داری اینو واقعی میبینی، اون موقع غیر واقعی میبینی. من یه منبر دارم در مورد کانادا، اون موقع که ورک پرمیتا رو میدادن همینجور ایرانی‌ها میومدن همه اینجا داشتن قرقر میکردن، بعد از طرف میپرسن میگفت این چه کشوریه، چه کشور مزخرفیه، اینجوریه. من یه خورده بهم برمیخورد. بعد میگفتم آقا چیه داستان؟ میگفت آقا کانادا میگفتن اینجوری. من میدیدم ایشون کانادا رو از تو اکسپلورر اینستاگرام یک بهشت برین برای خودش تفسیر کرده و ایمیج کرده. حالا اومده کانادا میبینه اینجا کار بهش نمیدن، زبان بلد نیست، اصلا اون چیزایی که تو اکسپلورر اینستاگرام دیده اصلا کانادا اینجوری نیست. یه 6 ماه هوایی داره که اصلا نفس عمیق تو این هوا بکشه نصف سینه‌اش سوخته. این چه کشوریه؟ آقا این همون کاناداه، فقط تو اکسپلورر داشتی میدیدی، آرزوی یه بهشت در مغزت بوده، اینو پروژکتش کردی رو کانادا. وای اینجا بهشت برینه، حالا بریم کانادا. بعد اومده کانادا واقعی اینه، کانادا واقعی اینه، کار توش اینجوریه، تورم توش اینجوریه، این اینجوریه، اون اونجوریه. آقا یه چیزایی رو به صورت نسبی از دید من نوعی علیرضا نسبت به ایران تو حوزه آزادی‌های اجتماعی بیشتر داره، بهتر داره، وگرنه بهشت برین حاصل پروجکشن ماست. و ما تو بحث منبر کلمه میخوایم بگیم اضافه شدن کلمه ها یا تغییر معنی کلمه ها یا بزرگ کردن یک معنی یا کوچیک کردن یک معنی باعث شکلگیری تصویر غیر واقعی از حقیقت میشه و این تصویر غیر واقعی از حقیقت یکی از پایه‌ای ترین مفاهیم یونگ رو داره میگه به نام پروجکشن یا فرافکنی. باز این ترجمه فارسیش رو من اونقدر به اندازه پروجکشن نمیبینم، چون پروجکشن لمس بهتری داریم، ما یه تصویر داریم پروجکت میکنیم روی یک پرده‌ای، ولی فرافکنی به این زیبایی این مفهوم رو نشون نمیده. من فقط 2 تا نکته بگم قبل از اینکه تموم بکنم بحثم رو. یکی این که به من پیشنهاد شده تو همین چند تا اپیزودی که عزیزان شنیدن بازخورد دادن که ما حتما راجع به مفاهیم پایه‌ای یونگ باید صحبت کنیم. مفاهیم مثل سایه، کمپلکس، پروجکشن، هوش جمعی، فلان فلان. اینا رو ببینید، من هدفم این بود که ما راجع به این مفاهیم صحبت نکنیم به دلیلی که این مفاهیم به اندازه کافی تو دنیای بیرون هست و وقت شنونده ها رو نگیریم. اما وقتی که نظرات جمعی رو شنیدم گفتم اپیزود 10 یا اپیزود 20 یه اپیزود اختصاصی میذاریم فقط در مورد تعاریف بیسیک اینا راجبش صحبت خواهیم کرد. این رو گفتم حتما بگم. و نکته دومی که میخوام بگم اینه که این چند تا منبر اولیه بیسیک های کتاب رو داره میگه. یعنی مثلا ضرورت نوشتن رو با هم صحبت کردیم، ضرورت سراغ پدر و مادر به عنوان مهمترین سورس ناخودآگاه فردی رو باهاش صحبت کردیم و سخن آخر اینه که در اپیزود بعدی ما در مورد تتو کردن پرچم حزب چپ و راست بر بدن حرف خواهیم زد. عنوان منبرمون اینه تتو کردن پرچم حزب چپ و راست بر روی بدن و حکایت بر مفهوم تضاد داره. تضادی که بسیار بسیار موضوع مهمیه و میتونه منشأ خلق یه چیز جدید در ما بشه. ما دلمون میخواد این اتفاق بیفته ولی اصلا تو فضای فرهنگی، هنری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی روز جامعه و خودمون جا نمیشه. این رو نباید بفرستیم به یک جایی که دیگه نبینیمش.
و عرف رو نگه داریم، اون تضاده رو نگه داریم، وسط اینا واستیم، یه خورده بهشون نگاه کنیم تا یه چیز جدید در بیاد. هفته آینده در مورد حزب چپ و راست صحبت خواهیم کرد و امیدوارم که گفتگوی این هفته رو شنوندگان عزیز ما دوست داشته باشن و ازش بتونن بهره کافی رو ببرن. یه چیزی هم حالا در ضمن اینم بگم، یه لطفی در حق من کردید در صحبتات، مثلا اینقدر دیگه درگیر صحبت شدیم یادم رفت که جوابشو بدم. من حقیقتا هیچی نیستم و خوشحالم که میتونم سهمی داشته باشم توی این اتفاق قشنگی که داری به قول معروف رقم میزنی. یکی از چرخنده های این اتفاق باشم برام همین کفایت میکنه. من و تو چمه که باید شب بیرحم و گل مریم و بیداری شبنم باشیم. من و تو خم نه و در هم نه و کم هم نه که می باید با هم باشیم. من و تو حق داریم در شب این جنبش نبض آدم باشیم. من و تو حق داریم که به اندازه ما هم شده با هم باشیم. گفتنی ها کم